خب پاداش این چیه؟ اگر کسی به شما تو یک مجلس خیری گفت یک کمی فشرده تر بشینید، ما اسمش میذاریم جلسه محبت، یعنی با محبت تر بنشینید. وقتی آدم فشرده تر میشینه یعنی با محبت مینشینی دیگه، به خودش فشار میاره که عزیزی که دوستش داره اونم تو جلسه شرکت بکنه و استفاده بکنه اجازه میده که کنارش بنشینه، پاهاشو جمع میکنه، فشرده تر مینشینه. این جلسه محبته. خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید نعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. سبحان الله. اینا همش آدابه. این آداب رو تو زندگیتون به نمایش بگذارید. چقدر الفت ایجاد میشه، چقدر محبت ایجاد میشه، چقدر رشد و توسعه ایجاد میشه، چقدر انسجام و یک پارچگی ایجاد میشه. این آداب رو به نمایش بگذارید. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. اگر به شما گفته شد یا از شما خواهش شد که در مجلس خیر فشرده تر بشینید تا عزیزان بیان تو جمع، این کار رو انجام بدید. فافسحوا، فسحه یعنی فضایی رو ایجاد کردن. منافق که نمیاد تو جلسه که یا ظالم و متکبری که تو بخواید گشادتر بنشینید. یه وقتی شاید خیلی ها به نیت بدم تو مجالس خیر بیان، باید براشون مجال باز کرد. چه بسا تو همین مجلس خیر یک جمله دلشو نرم بکنه، متحول بشه. پس نگاهمون نگاه خوبی باشه تا چه برسه به مؤمنین. نتیجه چه میشه؟ فافسحوا. پس این فسحه و این گشایش رو ایجاد بکنید، این فضا رو. یفسح الله لکم. سبحان الله. خداوند برای شما گشایش در زندگیتون ایجاد میکنه. با صیغه مضارع گفته یفسح الله لکم. خدا برای شما جایی که نیاز به گشایش داشته باشید، نیاز به فسحه داشته باشید، اونجا برای شما گشایش ایجاد میکنه، فسحه ایجاد میکنه. نگفته فقط در دنیا، گفته یفسح الله لکم. هر جایی که شما نیاز داشته باشید، تو تنگنا باشید، تو فشار باشید، خداوند به خاطر همین که تو یک مجلس خیلی اجازه دادیم برادر بیاد کنارت بشینه، به خودت فشار آوردید. و فعل مضارع در لغت عرب دلالت بر حال و آینده میده و معنیش استمراریته. یعنی این گشایش از جانب پروردگار همیشه به طور مستمر در زندگی تو میاد. در ماه مبارک رمضان همه اعمال ارزش داره که انسان انجام بده. واقعا یک ماهی است که میشه تشبیهش کرد به یک اردوی تربوی. یک ماه اردوی پرورشی و تربیتی است. این یک ماه ما تو یک اردوگاهی رفتیم که همش تمرین خوبی است. پرورش اراده است بر استقامت، پرورش اخلاق صبر، تزکیه است، کوری گناه پزی است و گناه سوزی است، کوری چربی سوزی است. فواید زیادی در این ماه هست و خداوند درباره این ماه و پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت‌های زیادی کردن. بیا یک دعای خالصانه از درگاه خدا بطلبیم که خداوند این ماه و سرآغاز یک زندگیه،
ایدئال ایمانی، یعنی این ماه تبدیل و تحول به احسن باشه. ابلیس به درگاه خدا دعا نکرد. وقتی برای آدم سجده نکرد، سجده شرف نکرد و نافرمانی خدا کرد، یک تقاضا از الله کرد، گفت منو فرصت بده تا آخرین لحظه عمر دنیا که بنده تو رو گمراه بکنم. در ظاهر نباید خدا بهش فرصت میداد، گفت من آشکارا میخوام بنده تو رو گمراه بکنم، منو جهنمی کردی، میخوام جهنم تو پر بکنم با بندگان تو و همه رو منحرف میکنم، به من فرصت بده. الله دعاشو استجابت کرد، یا گفت تو دشمن منی و دشمن بندگان منی، فرصت نیست. پس الله تقاضای ابلیس هم پاسخ داد، چون که از بندگانش اطمینان داشت. هر چند روزی منحرف بشن، سر به سر این دشمن قسم خورده بگذارن، یه روزی توبه میکنن، یه روزی بر میگردن. جمعه تا جمعه، حج و عمره، ماه مبارک رمضان، امروز شیطان چی کاره است؟ اگه غیر از رمضان بود اینطوری طاقت میکردید؟ این روزه چه تغذیه‌ای هست، سبحان الله. مثل این که یه سرم غذایی به ما تزریق شده تو ماه مبارک رمضان. معمولا معده که خالی میشه بدنم ضعیف میشه، طاقتم کم میشه، حوصله هم کم میشه. مثل این که ما داریم سرم غذای معنوی داریم تزریق میشیم، که این سرم غذایی معنوی جای سرم غذایی مادی هم گرفته. سبحان الله. پس دعای بندگان مؤمنش رو اجابت نمیکنه. امروز جمعه هست، غیر از غسل و تمیزی و پاکی و آمدن به نماز جمعه و خواندن سوره کهف که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن هر کسی سوره کهف رو در شب جمعه یا روز جمعه تلاوت بکنه، در معانیش تدبر بکنه، پیامش رو دریافت بکنه، به مقتضاش عمل بکنه، بین دو تا جمعه او می درخشد. سبحان الله. بین دو جمعه او می درخشاند، یعنی این جمعه تا جمعه دیگه. دوباره چه شب جمعه آینده و روز جمعه دوباره سوره کهف رو میخونه، دوباره جمعه بعدیش رو میدرخشونه. اما امروز جمعه هست. در بعضی روایت آمده که روز عرفات یا روز جمعه بهترین روزی است که آفتاب بر اون طلوع کرده. در روز جمعه ساعتی هست که دعا ردخور نداره. بعضی میگن بین دو خطبه هست همین فرصت کوتاه که امام میگه فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. اگر سید الاستغفار رو تو اون لحظه بخونید خیلی کارسازه. همین جلسه استراحت خطیب، اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی و ابوء بذنبی فاغفر لی و انه لا یغفر الذنوب الا انت. این بهش میگن سید الاستغفار. هر کسی این سید الاستغفار رو اول هر روز بخونه